خیلی پیچیدش نکنم اکسترودرهای سیلندروپیستونی رو برات توضیح بدم. بچه‌ها خود اکسترودر از چند بخش تشکیل شده؟ دقت کن. بخش اول سیستم فیدر یا تغذیه. نگاه کنین سیستم فیدر وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که میاد مواد اولیه رو میاره میریزه تو هاپر. دقت کن روشنش کنم. ببین الان اینجا سیستم فیدر یا تغذیه یا خوراکدهی من عملاً یه دونه نوار نقاله است که مواد اولیه ریخته میشه روش. این مواد اولیه شروع میکنه اومدن و ریخته شدن تو یه هاپره. دقت کردی چی شد؟ حالا میریم سراغ قسمت بعد. قسمت بعد سیلندر و پیستون. عزیزان سیلندر یه دونه استوانه است و پیستون اصطلاحاً یه دونه شفته که داخل این سیلندر است. خود این پیستونه زمانی که داخل این سیلندر حرکت میکنه مواد رو به جلو حرکت میده. حالا این پیستونه چه شکلی حرکت میکنه؟ توسط نیرو محرکه. نیرو محرکش اینجا چیه؟